سخنگوی امارت اسلامی میگوید که پاکستان از وجود حکومت مرکزی نیرومند، امنیت و پیشرفت در افغانستان خوشنود نیست و در حال تمام مسئولیت‌های امنیتی خود را به حکومت افغانستان نسبت می‌دهد که ناامنی‌ها در آن کشور از سال 2002 میلادی، یعنی پیش از بازگشت امارت اسلامی به قدرت، به دلیل سیاست‌های نادرست نظامیان پاکستانی آغاز شده است. پس از عملات رژیم نظامی پاکستانی بر افغانستان و عملات انتقامی افغانستان با میانجیگری قطر و ترکیه، یک بار در دوحه و 2 بار در استانبول میان کابل و اسلام آباد مذاکرات انجام شد. آخرین دور این مذاکرات دیروز در استانبول به پایان رسید. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان گفته است که پس از پایان مذاکرات بی نتیجه میان کابل و اسلام آباد، تا زمانی که از خاک افغانستان حمله صورت نگیرد، پاکستان به آتش بس پایبند خواهد ماند. او افزوده است که مذاکرات بی نتیجه خاتمه یافتند و تا آن زمان که از خاک افغانستان هیچ گونه اقدام انجام نشود، اسلام آباد به آتش بس متحد است. تنها خواستشان این است که از خاک افغانستان بر پاکستان حمله نشود. شمار از باشندگان و فرهنگیان سمنگان از حکومت می‌خواهند که برای بازسازی آباده تاریخی باغ جهان‌نما در این ولایت که بخش‌های از آن در پی زلزله اخیر تخریب شده است، اقدام فوری انجام دهند تا از نابودی کاملا جلوگیری شود. باغ جهان‌نما از یادگارهای تاریخی ولسوالی خلم در ولایت سمنگان است که قدامت آن به دوره بابریان می‌رسد. این باغ زمان اقامتگاه بابر شاه بود. وزارت مالیه میگوید که بانک توسعه اسلامی در شهر کابل شفاخانه معیاری 100 بستری برای تداوی بیماران قلبی به ارزش 24 میلیون دلار آمریکایی اعمار میکند. مقام ها میگویند که از زمان بازگشت امارت اسلامی به قدرت، این نخستین پروژه بزرگ و زیربنایی در بخش صحت است که به دنبال تلاش های فعال وزارت مالیه از سوی بانک توسعه اسلامی عملی میگردد. وزارت اطلاعات فرهنگ میگوید که در ولایت پکتیا مشاعره سالانه و سنتی نختر برگزار شد. مسئولان وزارت اطلاعات فرهنگ از تلاش‌های شاعران ستایش کرده و از آنان خواستند که در سروده‌های خود از بیان موضوعاتی که با اسلام و فرهنگ در تضاد است خودداری کنند. و ریاست عمومی المپیک تربیت بدنی و ورزش میگوید که تیم ملی بسکتبال ولچر افغانستان در نخستین بازی خود در مسابقات قهرمانی آسیای 2025 تیم نیوزلند را شکست داد. مقام ها میگویند که تیم افغانستان در دومین بازی خود روز دوشنبه آینده 19 عقرب در برابر تیم هند به میدان خواهد رفت.